نه بشینید بچه‌ها. سر کلاس من حرفا رو نداریم. خب سیاوش مجزاده هستم، استاد درس شکافت هسته تو این ترم. امیدوارم که ترم خوبی با هم پشت سر بذاریم. بلند نمیشید نه علالحساب نفر یه نمره از پایان ترمتون کم میشه تا بدونید دنیا دست کیه. بالاخره تو دانشگاه استاد حرف اول و آخر رو میزنه. آره، یاسر عقیلپور هستم، استاد درس دانش خانواده و ادامه نسل. درس به شدت مهمیه، بالاخره واسه بقای نسلتون مهمه. همه پسرید دیگه. خب بچه ببین، حضور غیاب برای من مهم نیست، اصلا اکثر اوقات نیست، با خودم یادم میره بیارم، ولی خب نباشید به ضرر خودتونه دیگه. بالاخره درس مهمیه، درس سختی هم هست و سختتون میشه اگه بخواید خودتون برید مطالعه کنید، پس باشید. حضور غیاب برای من خیلی مهمه. 2 تا غیبت، هر غیبت 5 نمره ازتون کم میشه. بعد 2 تا غیبت خودتون درس رو حذف کنید، کلا نیاید سر کلاس دیگه. آره، وسط کلاس به هیچ وجه نمیرید بیرون. اگه برید بیرون 2 نمره ازتون کم میشه و برام نگردید دیگه توی کلاس. وسایلتون رو ببرید کامل برید. آره، و اینکه سعی کنید تأخیر هم نداشته باشید. این بعد من نرید سر کلاس. اصلا ما یه قانونی داریم که اگر 20 دقیقه بعد من تأخیر کنید باید برید بوفه به تعداد کل بچه‌ها بستنی بخرید بیاید، یعنی دست خالی نیاید دیگه. آره، کلاس جبرانیشون درس خیلی مهمیه و مطالبی که باید کاور کنیم خیلی زیاده. قطعا داریم یه 4-5 جلسه جبرانی داریم، حضور اجباری و اگه نیاید 3 نمره کم میشه. دوباره اگه 2 تا از جلسات جبرانی ها نیاید کلا درس رو حذف کنید. کلاس جبرانی هم اگر احساس کردید که نیازه، حالا یه رأی‌گیری میذارید، اگر با رأی با اکثریت بود میاد به من اطلاع میدید، روزش هم میدید، ان شاءالله یه کلاس جبرانی براتون حتما میذاریم. یه نکته خیلی مهمتر، کتابی که از روش تدریس میشه نوشته خودمه، 380 صفحه است، یه نسخه ازش چاپ شده، فقط مال خودمه. و اینکه سورسی هم که ازش قرار تدریس کنیم رفرنس جهانیه که ترجمه شده که مبادا اذیت بشید که انگلیسی و از اینجا حرفا. امتحان پایانی ببینید 380 صفحه که هست همش نکته است، خط به خطش رو باید حفظ کنید. و اینکه نحوه نمره دهی هم که 8 نمره پروژه است که گروهی، پروژه ساده‌ای هم هست. 12 نمره هم حالا تشویقی، فعال تکنیکی، اما حالا ما 12 نمره دیگه تقریبا بهتون میدیم. و اینکه پایان ترم 25 نمره است و تستی. دیگه ان شاءالله که با نمره بالا پاس شید و لذتش رو ببرید. نمره دهی کنفرانس داریم راجع به یه موضوعی که من بهتون میدم. 45 دقیقه باید صحبت کنید. تمام بچهای کلاس هم باید راجع به کنفرانستون نظر بدن و یه تحقیق 20 صفحه‌ای برای من مینویسید راجع به همون موضوع که کلا 2 نمره داره تمام این قضايا، ولی اگه انجام ندید حذف میشید. امتحان پایان ترم 4 نمره است، تشریحی، 4 تا سوال تشریحی، کلا خیلی نیست ولی هر سوال 4 صفحه جواب داره. و اینکه حضور غیاب هم که 10 نمره است، 2 نمره میمونه، اونم اگه باتون حال کنم بهتون میدم. آره، همین دیگه، صحبتی نمونده، بریم سراغ درس. شما پسر خیلی خوشگلی هستی، بعد کلاس من